سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. من یه چیزی دیدم از حسن آقا میری، یه حرفی زد توی فلان بانکی، یه مزایده گذاشتن 5,000 میلیارد و خورده ای. بعد گفتن آقا بیا بکنش 8,000 میلیارد و خورده ای. 8,000 میلیارد کم نیست، خیلیه. بعد طرف شرکت کننده گفته معذرت میخوام، گفته من میشاشم تو این چیز، تو این مزایده اگه من برنده نشم. آقای ایکس باید پول ببره، آقای ایگرگ باید پول ببره، آقای فلانی باید پول ببره. من نمیدونم نهادهای دولتی کجان که بیان به این رسیدگی بکنن. فقط بلدن پیامای ما رو چیز بکنن، رصد بکنن. بابا بانک ها خودشون شرکت زدن، دارن وام میدن به شرکت خودشون. کدوم مردم عادی اومده 1 میلیارد وام گرفته؟ هیچکی. فقط آدم های دم کلافت اومدن وام گرفتن. خیلی این. بعد دیگه باید بگیم با کمبود انرژی طرفیم، با کمبود آب طرفیم، همه ما کلن با همه چیزا کمبود طرفیم. بعد ادعامونم میشه حراست بانک کجاست، نمیدونم حراست، نمیدونم دولت کجاست، وزارت کجاست. بابا جلو اینا رو بگیری، تو رو خدا دارن بیت المال رو به فنا میدن. یارو اومده 3 بار اومده مزایده رو باطل کرده تا برنده شده که به آقای ایکس 500 میلیارد بده، به این 500 میلیارد بده، به اون 200 میلیارد بده، به این 100 میلیارد بده. بابا به خدا نشد، ما هم آدمیم، از حق بیت المال داری میدی. لا مصب، یکم وجدان داشته باشید. بابا به خدا دیگه این دل دیگه جا نداره، خونه، همه دلشون خونه. بنزینو گفتین گران نمیکنیم، گران کردید. همه چیز گران شد. مردم نمیتونن حتی یه خرید ساده انجام بدن. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید اینجوری راندخوری باشه؟ هر کی برای خودش، هر کی چیز داره، هر کی پارتی داره بیاد وام میلیاردی بگیره. کدوم مردم عادی؟ یک مردم عادی نشون من بدین که اومده باشه 1 میلیارد، به قول آقای حسن آقا میری 1 میلیارد وام گرفته باشه. کدوم نهادهای دولتی کجان بیان جلو اینا رو بگیرن؟ فقط خط تلفن‌های ما رو چیز میکنید، به قول حسن آقا میری. بابا جلو اینا رو بگیرید، پدرشونو در پوستشونو بکنید، دارن حق ماها رو میخورن. شما هم موظفی که از حق ما دفاع کنید. این نیست که بابا، این خیلیه. یه شرکت، یه بانک اومده شرکت زده، بعد به اون شرکت وام مولتی میلیاردی داده. خیلیه.